همه راست قشونهای خشکیگرد زود عملی مبارزه بر ضد افراد نامطلوب جامعه اسکران دلیر شجاع خدمت نشان داده در راه از بین بردن نیزهای فکری و جسمانی بتالیون XXYWZ نزد ریاست فرهنگی تئاتر نمونوی میناتوری آینه به میدان قدم زن. آزاد من نفهمیدم. اله الو الا چی خواب شیرین خوفترکان است و اینجا قسم نظامی. رفیق قماندان ما دشمن را الله گفتم میخوابانیم و بعدا اسیرش میگیریم. در جای است. اطاعت. میلیارد نمودی اصول ها هست برای دشمن را اسیر گرفتن. چی مگر یگان اصول دیگر نیست؟ هست. کنی؟ مرحمت. جنگلک موی داری رو به هر کوی داری گرزی از خیزمت چیکه آبروی داری جنگلک موی داری رو به هر کوی داری گرزی از خیزمت چیکه آبروی داری در بالا یکی بیشکت تو ایستانه ای راست اخلت که گریف بچه هوشت به کجاست مردم ها میگن اسکر بچه یار شماست مردم ها میگن اسکر بچه یار شماست شاید که دروغی مردم ها گرد درست جنگلک موی داری رو به هر کوی داری گرزی از خیزمت چیکه آبروی داری گرزی از خیزمت چیکه آبروی داری همه راست فوکسیخ بچه فر براست فر. عسکر قطاری سیدوه تو برای چی فرمان را تا آخرش گوش نکرده اجرا میکنی؟ در جهت است. عسکر قطاری خدای دادوه من چندین مراتبه تاکید کردم که در قسم نظامی نو تاسیس ما از موادهای آرایشی استفاده بردن ممکن نیست. اما تو با چی؟ حتی لواش هم بوتکس کرد. رفیق قماندان یراقی که ما استفاده میبرم محصولاتی آرایشی میباشد که با آن دشمن را به خود جلب میکنم و همسفانم را اسیر میگیرم. درست؟ در جهت است. عسکر قطاری میرزا امینوف من اینجا بیا. تو در این قسم نظامی زنانه چیکار میکنی؟ رفیق قماندان این سیری حربی. نفهمیدم. شد فهمو. در جای است. همه راست. عسکر قطاری اکراموه کنی گپ زن تو برای چی به خدمت آمدی؟ رفیق قماندان برای آنکه من وطنم را از تحت دل از صمیم قلب و با تمام هستیم دوست می‌دارم. آفرین. آماده ای که برای مادر وطن جانت را فدا سازی همین طور؟ بله. ایوی اگر من جان ما فدا کنم بای وطن کی دوست می‌دارد؟ در جای است. همه راست فوکسیخ سست و فلوست پیت و پیت. انا میخیل ما یگان خیل خطا نکردیم از تاسیس دادنی میرزا امینوف. برای چی دروازه به نظارت ماندنی پیرزن از کجا پیدا شد؟ خاله بخشش خاله جان شما چه خیلی به این قسم نظامی وارد شده؟ چی جستجو دارید؟ حقیقته. چی حقیقته؟ حقیقت
من نو فهمیدم که حقیقت با بمین کوک میکفتیم. حقیقت مثل مینه های اگر به کفه ها حالا در قسم نظامی نو تاسیس ما یگان خیل ناحقی ناعدالتی همه راست صف کشید. یگان خیل ناحقی ناعدالتی نیست. چی یگان گمانی بد کرده با همچه کفته آمده ده. در روی عالم ناحقی ناعدالتی بوده و در این قسم نظامی شما نبوده است. هست دادر هست نیست. هست. خواهان مرحمت کفته بینید. گوش کن. یک خدمت حربی کاری همین مردکا بود که همین را بر دوش زنها گذاشتن. این ناحقی نیست؟ حالا جون آره ناحقی. همه همین ها با خواهش خودشون خواستند که ما همین چیزا تاسیس دهیم. با همین خاطر ما هم رد نکردیم. یک چخل میگن یک اکسپریمنت گذروندیم. یگان خطاگی نیست. با خواهش خودشون آمدن به خدمت. یگان خیلی با سنجیده بینید خودتون. هازی میبینم. هیچ که با خواهش خودش دویده نمیابرم خدمت کنم. فهمیدی؟ زنها میبیاین. میبیاین. البته. هازی من میبینم. بیا. ناحقی کی نیست؟ این ناحقی. این همین دختره مجبور قبیلن آوردن. ها. نه خاله، شما نادرست گفتید. وقتی برادرم از خدمت مادر وطن سرکشی کرد، مرا غرور و حس وطن دوستیم بالا گرفت و خودم به خدمت مادر وطن آمدم تا در قطار این مردان شجاع و دلیر مرز و بومم را حمایت نمایم. آفرین. در جایت است. اطاعت. بیامان. هست. خیلی با هست. هازی میبینی. دادا چی میکنی جا؟ سری حربی. سری چی؟ این سری حربی. آنه همه بچه فهمید است که عروسش در همه قسم نظامی زنکو خدمت میکنن. این همینجا مرده پرتو کدن. نه خاله، این اسبا با خطا نشان داد. مرا از دیگر بتالیون با این قسم حربی نو تاسیس مخصوصا برای رزوت اینه گوش که داده به قبیله رزوت کرد برای خود رزوت که گشتم بگی من خودم با جای خودت خدمت نکنم برای که نشیدی خالا خودتم رزوت که میکنین یا که شامل همین وای شدن این قسم نظامی نو تاسیس؟ چی با من زنک نبوده؟ خالا جان برای که در این قسم نظامی شما خدمت کنید برای همین جوان دختران حتما باید کمیسیه تیبی گذارید. اگر سالم باشید مرحمت ما بیاد خدمت میکنید. چی میگه؟ ما زنها اوقع به آره نیستیم که خدمت نگاه نبگیره ما خدمت حربی بگریزیم. ما زنهایی با آریم واقعا هم ما زنانی با آریم غروری ملی داریم برای حفظی مهن ما همیشه تیاریم اگر لازم شود بری وطن جان بسپاریم زیمردانی فدایی یگان کمی نداریم زیمردانی فدایی یگان کمی نداریم نگو بچه نامردی بیا خدمت می حربی شیبری قدیل سبی گریفتاری چی روی و دوشت خزی مادر وطن چی گرخته میگردی همین قراری ناموس نشد در هر کجا روز همین قراری ناموس نشد در هر کجا روز همه راست فوکسیخ برای
همین مردان شجاع یک سری تعظیم فرود میاریم. براست فر قدم زنان به آشخانه، قدم زن.